کاکا مراد. سالخوردگان دهکده برای نسل نو چیزهای زیادی به ارث می‌گذاشتند. کوه‌های خشک سنگی، خانه‌های کاهگلی، مزرعه‌های گندم، یک دشت خشک و خالی ولی پهناور، رمه‌های بز و گوسفند، جویبار و البته یک آفت ناشناخته که جزوی از رازهای دهکده شده بود. هیچ کس هیچ چیزی در مورد این راز نمی‌دانست. این راز از سالها پیش تا حالا ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده بود، ولی افراد کمی دلیل اصلی این مشکل را درک می کردند. نسل‌های قدیمی مثل یک امانت شوم آن را به نسل نو منتقل می کردند. اما کسی نمی توانست این راز را کشف کند. نه نسل‌های قدیمی که سهراب هیچ کدام از آنها را ندیده بود، نه مادر کلان و پدر کلان، نه مادر و پدر و نه سهراب که حالا نوبت فرزندانش بود. حالا این راز جادویی دیگر یک بخش انکارناپذیر دهکده شده بود. این آفت ناشناخته دهکده چیزی نبود جز مرگ کودکان. سهراب به حرکت موزون خوشه‌های گندم در اثر وزش باد خیره شده بود. او دست چپ خود را سایبان چشمهایش کرد و به دختر نوجوانش گفت: پدرکلانم می گفت که اگر یک گنجشک از یک طرف دشت گیمبری می خواست به دیگه طرفش بره، از تشنگی درا جان می داد. مگم روزی یک نفر پیدا شد که آمد و دشت خشک و خالی را سرسبز ساخت. هنوزم باورم نمیشه. به یک باره همه از او سخن می گفتند و همه جا قصه های او شنیده می شد. انگار هزاران نفر او را با هم در خواب دیده بودند. مادر مراد کوچک و شبنم که همراه با بچه‌هایش نزد شوهر آمده بود، به دخترش گفت: هیچ یادم نمیره. وقتی تو را پیش کاکا مراد بردیم امید نداشتیم که زنده بانی. دکتر ناکامورا در کلینیک خود نشسته است و دخترکی را معاینه می کند. دخترک با چشمهای حیران به سقف خیره مانده است. پدر و مادر کودک گریه می کنند، ولی دکتر به آنها اطمینان می دهد که حال فرزندشان خوب می شود. مادر جوان به دکتر می گوید که این سومین فرزندشان است که با همین بیماری از دست می دهند. دکتر به دقت به سخنان این پدر و مادر گوش می دهد و کتابچه یادداشت خود را باز می کند و می نویسد: ماه اسد 13 کودک. در ماه اسد اینجا
بسیار مرطوب و گرم است. بادهای مرطوبی که از سمت جنوب به این منطقه می آید حاوی ذرات بسیار ریز و کوچک آب است که باعث می شود درختها و سبزه‌های مخصوصی در اینجا بروید و البته باعث می شود که قطرات درشت عرق بر پیشانی کاکاموراد نمایان گردد. دکتر به سخنان این پدر و مادر گوش می دهد و از میان داروهای خود یک بوتل شربت و چند گولی را برای آنها می دهد. خیلی وقت است که متوجه شده بیشتر از نصف کودکان این منطقه و همینطور بزرگسالان بیماری‌های مشابه دارند. برای همین است که بعضی از گولی‌ها و تعدادی از شربت‌های مشابه زودتر از دیگر داروها ختم می‌شوند. چند وقت است که کاکاموراد ناراحت است. همیشه یادداشت برمی دارد و شبها تا دیر وقت یادداشت‌ها را مرور می کند و خوابش نمی برد. نیمه‌های شب از خواب بلند می شود و از خودش می پرسد چرا هر روز زیاد میشه؟ مشکل از چی است؟ مرگ و میر کودکان تمام مردم قریه را ناراحت کرده است. شاید دیگران هنوز متوجه نشده باشند که بچه‌ها چقدر در خطر قرار دارند، ولی او کاملا متوجه است. یادداشت‌هایش نشان می‌دهند که هرچه هوا گرمتر می‌شود، تعداد بیشتر کودکان را از دست می‌دهند. مادران گریان و پدران هراسان بچه‌های بیمار خود را تا کلینیک او می آوردند و او تنها کاری که می تواند دیدن گلو و شکم و تعیین درجه تب آنها است و البته یادداشت برداری در کتابچه‌اش. صبح یک روز تابستان او در پی یافتن راز خودش را به قله‌های اطراف دهکده می رساند. اینجا هوا فرق می کند و با وجودی که هوای دهکده از گرمی و رطوبت سنگین است، در قله احساس سبکی و سردی به انسان دست می دهد. در ارتفاعات کمی بالاتر قله کوه پوشیده از برف است و جویبار کوچکی از آب زلال و سرد از آن جاری است. دکتر ناکامورا خودش را به جویبار می رساند. آب جویبار را به دقت بررسی می کند و مقداری آب را در ظرف مخصوصی برمی دارد. او مسیر آب را دنبال می کند. آب جوی با پیوستن آبهای قله‌های دیگر زیادتر می شود و پس از گذشتن از مسیرهای پرپیچ و خم، جریان اصلی آن به سمت دیگری منحرف شده و مقدار کمی از آن وارد زمینهای زراعتی می شود. دکتر مقداری نمونه از اینجا نیز بر می دارد.
در اینجا مردم فقیر به جای کود کیمیایی از پاروی حیوانی برای حاصلدهی بیشتر زمین استفاده می کنند. آب که حالا بسیار کم و باریک شده سرانجام وارد دهکده می شود. در داخل قریه و ده این آب که حالا به شاخه‌های خیلی کوچکتر تقسیم شده وارد کوچه و پس کوچه و خانه‌های مردم می شود. دکتر ناکامورا در مسیر راه از چندین جا نمونه آب را بر می دارد و روی ظرف آن به دقت شماره گذاری می کند. رمه‌ای از گوسفند، بز و گاو از داخل آبادی می گذرد و از روی جوبار آب رد می شود. دکتر ناکامورا آثار پشگل و سرگین چارپایان را پس از گذشتن از روی جوبار در کناره‌ها و داخل آب می بیند. کمی آن طرفتر چند الاغ و گاو از جوی آب می نوشند. دکتر ناکامورا برای دیدار خانواده اش به ژاپن می رود. فرزندان و همسرش منتظر او هستند. پدرشان مثل همیشه خوش برخورد است اما خسته به نظر می رسد. دکتر ناکامورا نمونه های آب را به آزمایشگاه می دهد و نتایج آزمایش او را وحشت زده می سازد. آب در ارتفاعات قله ها پاک و قابل نوشیدن است اما هرچه به طرف دهکده می آید آلوده‌تر و ناپاکتر می شود. دکتر ناکامورا با خودش می اندیشد ای او هم کم است و هم ناپاک. بجای ای کلینیک خرد اگر چند تا شفاخانه کلان هم ساخته شود نمیتونه کاری کنه. باید یک فکر درست و اساسی بکنم. او مشکل اصلی را در فقر می‌بیند. در طول سال روزهایی فرا می‌رسند که مردم آب آشامیدنی را به سختی پیدا می‌کنند. اما دریای بزرگ کنر چند کیلومتر دورتر از زمین‌های للمی می‌گذرد و آب آن به جاهایی می‌ریزد که هیچ سودی به این مردم تنگ دست ندارد. او سعی می‌کند پای تعدادی از شرکت‌های مهندسی ژاپنی را به این منطقه بکشاند ولی موفق نمی‌شود. به ناچار خودش دست به کار می شود و نقشه های گوناگون این منطقه را تهیه می کند و روزها و شبها را برای فراگیری مبادی خوانش و ترسیم نقشه می گذراند. دکتر ناکامورا بعد از اینکه طرحی را در ذهن خود آماده می کند مردم دست دسته به کلینیک می آیند. صفه، حولی و راهروها پر از مردم می شود. دکتر ناکامورا برایشان می گوید
که کمی پیشتر از 100 سال ژاپن بسیار فقیر بود. مردم از شدت فقر حتی کودکان خود را می فروختند، چون نمی توانستند برای آنها غذا تهیه کنند. در آن روزگار نوعی مریضی در بین مردم پیدا شد و یک دانشمند ژاپنی به نام اومیتارو سوزوکی روی این بیماری تحقیق کرد. او متوجه شد که مشکل اصلی مردم و افزایش این بیماری ها نبود نوعی مواد مفید در غذا است که ما امروز آن را به نام ویتامین می‌شناسیم. البته این خیلی مهم است که شکم خود را سیر کنیم، اما باید غذاهای ما ارزش غذایی هم داشته باشند و با تأسف غذاهای مردم من ارزش غذایی نداشتند. می دانید دلیل اصلی چی بود؟ فقر. همه به سخنان او گوش می دهند. حالا کسی در مورد رازی گپ می زد که نسل در نسل مردم دهکده را آزار می داد. کسی آمده بود که دلیل مرگ و میر کودکان قریه را پیدا کرده و نمی گذاشت کودکی جانش را از دست بدهد. این مهمترین چیزی بود که مردم به آن نیاز داشتند. مردم دکتر ناکامورا را به زبان محلی خود کاکاموراد صدا می کنند. کاکاموراد زبان مردم محل را خوب صحبت می کند و مردم به او اعتماد دارند. کاکاموراد بیشتر اوقات پیرنتنبان وطنی به تن می کند، اما وقتی که مشغول کار در کلینیک است چپن سفید پزشکی را روی آن می پوشد. او معمولاً کلاه پکول به سر می گذارد و قد کوتاه‌تر از متوسط و بروت‌های سیاهش باعث می شود که کودکان نه تنها از او نترسند بلکه او را دوست هم داشته باشند. کاکاموراد به ادامه سخنان خود می گوید که باید زمین‌های للمی آنها آبی شود تا وضعیت زندگیشان تغییر کند و آب پاک و تمیز به خانه ها رسانده شود. پس هم معما و هم جواب معما آب است. او از مردم میپرسد میفهمین که چرا اولادایتان هر روز مریض میشن؟ مردم با تعجب به همدیگر نگاه میکنند. به خاطری که او خوردن شما هم کم است و هم پاک نیست. وقتی او از سر کوه تا قریه می آید همراه 100 رقم میکروب گرد میشه. باید او خوردن از او زراعت و چارپای و زمین جدا کنیم. مردم چیزی نمیگویند چون میدانند که کاکاموراد کاملا آگاه است
و می داند که مشکل آب در منطقه آنها چقدر پیچیده است. کاکا مراد به آنها می گوید که اگر بخواهند او برایشان یاد می دهد که چطور مسیر بخشی از آب رودخانه را تغییر بدهند و آن را به دهکده بیاورند. من میفهمم که کار سخت است، مگم اگر همگیتان یک دست شوین و مرا کمک کنین، تمام دشتای بی و علف سبز و مقبول میشن و مریضی از بینتان گم میشه. یادتان باشه که اگر مریض باشین و پیش ما بیاین، من بسیار خوش میشم که تداویتان کنم. مگم اگر یک کانال جور کنیم و او را بیاریم به قریه، مریضیای امروزی از نسل بعدی تانم گم میشه. مردم با هم مشورت می کنند و 10 تن از جوانان قریه داوطلب می شوند که با کاکا مراد همکاری کنند. کاکا مراد خودش را در شرایط سختی قرار داده است. از یک طرف دانش کافی برای انجام این کار را ندارد و از طرف دیگر امکانات و وسایل لازم در قریه بسیار محدود و کم است. او روزها به تنهایی در کنار رودخانه قدم می‌زند و به این فکر می‌کند که چگونه بخشی از آب رودخانه را به قریه بیاورد. نبودن باران کافی باعث شده چاه‌های عمیق همه خشک شوند. خاک روی زمین از شدت بی‌آبی کف کف شده و بیشتر وقتها قطار بشکه‌ها و سطل‌های خالی در کنار یک چاه به صدها عدد می‌رسد. گاهی جوانان بر سر برداشت آب از تنها ذخیره آب آشامیدنی با هم درگیر می‌شوند و جنگ و دعوا راه می‌اندازند. دکتر ناکامورا به این همه فقر و بدبختی افسوس می‌خورد. او تعدادی از چاه‌ها را می‌بیند تا میزان فروکش آب را اندازه کند. دهانه برخی از چاه‌ها را تارهای عنکبوت پوشانیده است. سنگ کوچکی را بر می دارد، داخل چاه می اندازد و ثانیه ها را حساب می گیرد. 1 2 3 4 و صدای خوردن سنگ کوچک به ته چاه را می شنود. احتمالاً به سنگ بزرگتری برخورد کرده، پس آبی تا نزدیک به 30 متری سطح زمین وجود ندارد. کاکا مراد سرش را به دهانه چاه خم می کند و با صدای بلند می گوید آب، و از چاه خشک و خالی صدا انعکاس می کند آب آب آب. دکتر ناکامورا به لبه‌های بیرونی چاه خشک می بیند و ناگهان
با خودش فکر می کند که این چاه چقدر به یک انسان تشنه شبیه است که لبهایش از تشنگی کفیده باشد. سرانجام پس از روزها تفکر و بازدید از ساحه نقشه‌ای را طراحی می کند و پس از مشوره با مردم همگی دست به کار می شوند. کاکا مراد اسکواتورهای بزرگ را از آبادی‌های نزدیک خواسته است تا در کندن بستر جدید برای رودخانه کمک کنند. گاهی که راننده اسکواتور خسته می شود، کاکا مراد به جایش ماشین را هدایت می کند. روزها و ماهها می گذرد. بهار از پشت زمستان و خزان بعد از تابستان. مردم در کنار کاکا مراد به سختی کار می کنند. کیلومترها راه را می کنند و سنگهای بزرگ و سخت را از سر راه بر می دارند. گاهی که هوا رو به سردی می گذارد، تشویش و نگرانی کاکا مراد بیشتر می شود، چون روزها رو به کوتاهی می روند و اگر زمین و آب یخ ببندد، کارگران به مشکل مواجه می شوند. مردم محل با کمک اسکواتور و با انفجار دادن سنگ‌های بزرگی که در مسیر راه قرار دارند و روزها تحمل زحمت، کانال تازه‌ای برای رودخانه می‌سازند و آن را از نزدیک دریا تا دهکده می‌رسانند. حالا نیاز است که سطح آب کمی بالاتر برود و در بستر تازه جاری شود. آب دریا فراوان است و با قدرت هر چیزی که جلوش را بگیرد از جا می کند. کاکا مراد به راننده اسکواتور و موترهای سنگکش دستور می دهد تا مقدار زیادی سنگ و خاک و جغل را از دو سمت بر رودخانه بریزند. ولی این مقدار کم سنگ و خاک در برابر قدرت و سرعت فوق‌العاده قوی رودخانه اصلاً نمیتواند مقاومت کند. آب 10 موتر خاک و سنگ را با خود میبرد و پس از چند دقیقه تنها رگه‌های گل‌آلود در بین آن دیده می شود و پس از آن هیچ. کاکا مراد متوجه شد که اگر صدها موتر سنگ و خاک را هم در مسیر رود بریزند، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. باید روش خود را تغییر بدهند. این بار پس از مشوره با دوستان خود در ژاپن از سنگ‌های بزرگ و سنگین کوهی استفاده می کنند. ولی آب پرقدرت سنگ‌ها را نیز با خود می برد. ظاهراً که فشار و قدرت آب بیشتر از اینها است و باید روش دیگری را امتحان کند. این بار از روشی استفاده می کنند
که مردم محل با آن بیشتر آشنا هستند. بافتن جالی‌های بزرگ مثل سبد و چیدن سنگ در داخل آن. کاکا مراد متوجه می شود که این روش مؤثرترین راه مهار آب است. پس از چندین ماه زحمت و عرق ریزی، مردم محل با کمک او جالی‌ها را در 3 طبقه می بافند. طبقه پایینی بزرگتر و پهن‌تر و طبقات بالایی به ترتیب کوچکتر. به این ترتیب موفق می شوند بخشی از آب رودخانه را در اختیار خود بگیرند. کم کم آب دریا بالا و بالاتر می رود و وارد کانال می شود. وقتی آب در کانال حرکت می کند، همه با هلهله به همراه آب به راه می افتند. آب از پیچ‌های کانال می گذرد و لحظه به لحظه افزایش پیدا می کند. کاکا مراد از پیش، آب و مردم محل از پشت سر او همگی وارد دهکده می شوند. در دهکده شور و هلهله بی سابقه ای راه می افتد. مردم کاکا مراد را روی شانه های خود برداشته اند. زن و مرد، پیر و جوان، کودکان و نوجوانان می رقصند و زنان قریه از شدت خوشحالی گریه می کنند. سالها بعد دیگر آنجا آن صحرای بی آب و علف نیست، بلکه باغ‌های سرسبز و آب و هوای گوارا دارد. اما کاکا مراد کجا رفت؟ مثل اینکه هزاران نفر او را در خواب دیده باشند. کاکا مراد دیگر آنجا نیست. سهراب آهی می کشد و به دخترش می گوید کاکا مراد مثل ما بود و سختی و بیچارگی ما را می فهمید. مثل این می مانه که خو دیده باشیمش. مادر برای شبنم گفت وقتی او قریه پاک شد، تنها تو نبودی که نجات پیدا کردی، هزاران کودک نجات پیدا کرد. ما فکر می کردیم که حتما کاکا مراد خو می بینه و مرگ و میر کودکا را به او پاک و ناپاک غرض نیست. سهراب لبخندی می زند و اضافه می کند خیر است، شاید مرادک ما هم مثل کاکا مراد شود. شاید مراد ما بتانه خوای کاکا مراد پوره کنه.